دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان از جمله مؤسسه‌های با نفوذ تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان به شمار رفته در طول فعالیت خود به یک از مرکزهای مهم آماده‌سازی متخصصان بلند اختصاص برای ساحه‌های اقتصاد، مالیه، بانکداری، انداز، صاحبکاری، منیجمنت، حقوق، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و اقتصاد رقمی اینچنین به حسابگیری محاسبی و اودیت تبدیل یافته است. از این رو دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان را مرکز معاصر تعلیم، علم و تحکیم سرمایه انسانی مینامند. در شرایط رشد با سرعت مناسبت‌های اقتصادی و گسترش به اقتصاد رقمی، دانشگاه رسالت خود را در آماده نمودن متخصصان رقابت‌پذیر دارای جهانبینی معاصر، ملکه‌های کسبی و قابلیت مطابق شوی به طلبات بازار مهنت می‌بیند. من غیورا مونیسا دانشجوی کورس دومی اختصاص تنظیم حقوق مالیه و قرض فاکولته منیجمنت و حقوق اقتصادی می باشم. من خوشنود از آن هستم که در چنین دانشگاه تحصیل علم میکنم. دانشگاه با همه شرایط ها مطابق جوابگو می باشند و میخوام که در آینده متخصص بهترین در ساحه اقتصادیات شوم و استادان خیلی هم دانشمند دارند و میتوانم که در آینده از سواد آنها بهره مند شده، یعنی آینده یک اختصاصی کسب خود را بهتر گردانم. دانشگاه در فعالیت خود سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را سرمشق اساسی خود قرار داده برای بلند برداشتن صفت تحصیل و رشد فعالیت علمی، تحکیم زمینه‌های مادی و تکنیکی و گسترش رابطه‌های بین المللی تدبیرهای پیوسته می‌اندیشد. در دانشگاه روند تعلیم در اساس استانداردهای دولتی تحصیلات عالی کسبی و تجربه پیشقدم بین المللی برآورده مانده شده است. تعلیم در زمینه‌های بکالوریات، ماجستراتورا و دکترانتورا PhD عملی گردیده برای دانشجویان تمام شرایط ضروری جهت از خود نمودن دانش‌های نظریوی و ملکه‌های عملی مهیا گردیده است. امروز در روند تعلیم تکنولوژی‌های رقمی، صنفخانه‌های اینتלקتوالی، واسطه‌های اینتراکتیوی، کتابخانه‌های الکترونی و ذخیره‌های معاصر اطلاعاتی واسع استفاده می‌شوند. آموزگاران اصول‌های فعال تعلیم را به راه مانده بر رشد قابلیت تحلیلی، ایجادکاری و تفکر انتقادی دانشجویان توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. با استفاده از نظام کردیتی تحصیل، دانشجویان امکانیت دارند که برنامه‌های تعلیمی را مطابق طلبات زمان از خود نموده دانش و ملکه خود را پیوسته تکمیل دهند. دانشگاه از روی ده‌ها اختصاص‌های زمانوی متخصصان را تیار می‌نماید. از جمله سمت‌های زیرین از مهمترین اختصاص‌های دانشگاه به حساب می‌روند. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان در حال امروز از روی 45 اختصاص متخصصان صاحب کسب را در بخش و ساحه‌های اقتصاد و مالیه، انداز، حقوق و گمرک، تکنولوژی رقمی نیز تیار کرده ایستاده است. دانشگاه دارای 5 بنای تعلیمی میباشد که در دو بست 11340 جای نشست برای دانشجویان پیش بینی شده است. همچنین دانشگاه نیروی کادری علمی بسیار پراقتدار دارد که از جمله از 402 نفر هیئت پروفسوری آموزگاری فراگیر تحصیل دانشجو میباشد. از آنها 22 نفر دکتران علم، 138 نفر نامزدهای علم و باقی مانده معلمان کلان و اسیستانتان فعالیت میبرند. تهیه برنامه‌های تعلیمی با در نظر داشت طلبات بازار مهنت، تطبیق تکنولوژی‌های رقمی و هدف‌های استراتژی رشد جمهوری تاجیکستان عملی می‌گردد. فعالیت علمی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک دانشگاه به حساب رفته. استادان، محققان، دکترانتان و ماجسترانتان در سمت‌های گوناگون اقتصاد، مالیه، صاحبکاری، اداره‌کنی، رقابت‌کنی و رشد استوار تحقیقات‌های علمی انجام می‌دهند. در نزد کافدراها محفل‌های علمی دانشجویان عمل نموده جوانانی با استعداد به کارهای تحقیقاتی جلب کرده می‌شوند. همساله کنفرانس‌های بین‌المللی، جمهوریوی و دانشگاهی برگزار گردیده نتیجه‌های تحقیقات عالمان مورد بررسی قرار می‌گیرند.
نشر مقاله‌های علمی، مونوگرافیا‌ها، کتاب‌های درسی و دستورهای تعلیمی یک از سمت‌های مهم فعالیت هیئت پروفسورای آموزگاران دانشگاه به حساب می‌رود. به خاطر سایقل دادن دانش و مهارت خوب دانشجویان، البته در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان سالهای اخیر چندین آزمون‌ها، محفل‌ها، نشست‌های علمی تشکیل کرده می‌شوند. به واسطه آزمون‌هایی که المپیادهایی که خود دانشگاه تصمیم گرفته برگزار می‌کند در سطح جمهوری از قبیل بهترین داننده کودکس انداز جمهوری تاجیکستان، بهترین داننده کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان، بهترین برنامه ساز و اینچنین سال جاری با تشبث به واسطه خود رکتر دانشگاه و وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان آزمون که المپیاد معرفت و امنیت مالیوی نیز روی کار گرفته شده است که بار اول فکر میکنم در سطح جمهوری برگزار میگردد و همین گونه المپیادها، آزمونها و محفلها به اندیشه من این است که میتواند در سایقل دادن، در چندین مرتبه بلند برداشتن دانش دانشجو، یعنی در بلند برداشتن سویه دانشجو نقش داشته باشد، چرا که هر گونه دانشجو و علم آموزی که میخواهد در این گونه آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک کند، البته رو میآورد به کتاب، رو میآورد به نزد استاد تیار دیدن، یعنی کوشش میکند که اون دانشی که دارد بیشتر کند، زیادتر کند تا اینکه صاحب جا و مقام در این آزمون شود و به همین وسیله دانش خود را نیز وسیع کرده باشد. در برابر تعلیم به مسائل تربیه و تشکل معنوی جوانان اهمیتی اولین درجه داده می شود. در دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان منتظم چاره‌بینی‌های تربیوی، واخوری‌ها با عالمان، نمایندگان مقامات دولتی، شخصیت‌های معروف و زیایان برگزار می‌گردد. تربیت جوانان در راهیه وطن دوستی، خودشناسی ملی، احترام به ارزش‌های فرهنگی، تحمل پذیری و مسئولیت شهروندی از سمت‌های مهم فعالیت تربیوی دانشگاه به حساب می‌رود. من فخر از آن میکنم که دانشجوی این بارگاه هستم و این بارگاه از دوره‌ای که من به این بارگاه قدم ماندم و من در سمت اقتصادیات تاجیکستان تمام معلومات ها را فراهم آورد. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد زاده دوران استقلالیت بوده، با تمام تجهیزات ها، با تمام شرایط های مساعد را برای ما دانشجویان فراهم آورده است. بنده اشتراکچی آزمون و المپیادهای فنی از فن گئوگرافیا به حساب می‌روم که در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سال 2025 سزاوار جای دوم در دوره جمهوری شدم که به واسطه با تحفه‌های پولی و دیپلم با امضای محترم پیشوای ملت سرفراز گردیدم. در رفت آزمون برای تیار شدن به آزمون از کتاب‌های توصیه شده از طرف همه آزمون پیشنهاد می شود به ما، از جمله گئوگرافیای تاجیکستان با اساسهای اقتصادی و دموگرافیای آن که یکی از کتاب‌های پر محتوا برای همه اشتراکچیان علم فروغ معرفت از نامیناسیون گئوگرافیا به حساب می رود. آن را مطالعه کرده خوشبختانه سزاوار جای در همه دوره جمهوری شدم. من خود طول 3 سال می شود که در همه آزمون و المپیادهای سطح جمهوری اشتراک نموده سزاوار جایهای گوناگون گشتم و خوشبختانه امسال توانستم که در دوره جمهوری این آزمون سزاوار جای گردم و به جوانان باشد توصیه می‌دهم که در چنین آزمون‌ها و المپیادها اشتراک نموده و بیرون از کشور نیز توانند که پرچم تاجیکستان را بلند بردارند. امروز دانشگاه با مؤسسه‌های تحصیلات عالی و مرکزهای علمی کشورهای خارجی همکاری‌های سودمند را به راه مانده است. در دایره این همکاری‌ها تبادل تجربه، اشتراک استادان و دانشجویان در فرم‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی، عملی سازی برنامه‌های مشترک، تکمیل اختصاص آموزگاران و تطبیق لایحه‌های بین‌المللی به راه مانده شده است. همکاری‌ها با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی فدراسیون روسیه، جمهوری مردمی چین، جمهوری قزاقستان، جمهوری ازبکستان، جمهوری بلاروس، ترکیه، آلمان و دیگر کشورها و بلند گردیدن سطح آماده‌سازی کادرها مساعدت می‌نماید. یکی از سمت‌های مهم
مهم فعالیت دانشگاه همگرایی علم، معارف و استحصالات میباشد. با این مقصد دانشگاه با وزارت و اداره‌ها، کمیته انداز، خدمات گمرک، بانک ملی تاجیکستان، تشکیلات‌های قرضی، شرکت‌های خصوصی، کارخانه‌های صنعتی و مرکزهای تکنولوژی همکاری‌های گسترده برآمده است. دانشجویان در این مؤسسه‌ها تجربه آموزی گذاشته با روند فعالیت واقعی اقتصادی و استحصالی از نزدیک شناس می‌شوند. دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان بر رشد فعالیت اینوواسیونی و رقمی‌کنونی توجه مخصوص ظاهر می‌نماید. جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر، استفاده ذهن صنعی، تحلیل رقمی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و واسطه‌های نو اداره‌کنی از جمله سمت‌های مهم رشد منبعد دانشگاه به حساب می‌روند. در دانشگاه منتظم همایش‌های سیاسی، علمی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سطح جمهوری و بین‌المللی برگزار می‌گردند. در دایره این چاره‌بینی‌ها مسائل مهم رشد اقتصادی ملی، صنعت‌کنانی با سرعت کشور، رشد صاحبکاری، اقتصاد رقمی، امنیت اقتصادی، سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری اقتصادی ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در چنین همایش‌ها عالمان، کارشناسان، نمایندگان وزارات و اداره‌ها، تشکیلات‌های بین‌المللی و بخش‌های خصوصی اشتراک نموده برای تهیه پیشنهادهای علمی و عملی مهم سهم می‌گذارند. دانشگاه دارای صنفخانه‌های مجهز، آزمایشگاه‌ها، مرکزهای کامپیوتری، کتابخانه، تالار ورزشی، مجلسگاه‌ها و دیگر اینفراساختار معاصر میباشد. استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و تجهیزات زمانوی امکانیت می‌دهد که صفت تعلیم پیوسته تکمیل یافته طلبات جامعه معاصر قانع گردانیده شود. امروز دانشگاه دولتی مالیه و اقتصادی تاجیکستان همچون مرکز مهم علم و معارف، تحقیقات، اینوواسیا و رشد سرمایه انسانی در آماده‌سازی متخصصان رقابت‌پذیر جوابگو به طلبات اقتصاد ملی و اقتصاد رقمی نقش ارزشمند دارد. دستاوردهای نظررس در سمت تعلیم، علم، تربیه، همکاری‌های بین‌المللی، همگرایی علم با استحصالات و اشتراک فعال در حیات سیاسی و فرهنگی کشور موقع دانشگاه را در نظام تحصیلات عالی جمهوری تاجیکستان باز هم تحکیم بخشیده است. با تکیه بر امکانیت‌های موجوده و نیروی ذهنی استادان و دانشجویان، دانشگاه دولتی مالیه و اقتصاد تاجیکستان من بعد نیز در راه آماده نمودن متخصصان صاحب کسب و سهمگذاری در رشد استوار کشور نقش شایسته خواهد گذاشت.